ایکیگای یا همان دلیل زنده بودن. زندگی در دنیای مدرن برای بسیاری از ما تبدیل به یک مسابقه شده است. مسابقه بیپایان برای داشتن بیشتر که اغلب بر اساس رقابت با دیگران است، نه بر اساس علاقه یا نیازهای درونی. مردم به جای جستجوی معنا و هدف واقعی در زندگی، در دامی گرفتار شده‌اند که فقط به دنبال پول و موفقیت است. اما سوال اینجاست که آیا داشتن پول و مقام می‌تواند احساس رضایت و شادی واقعی را به ارمغان بیاورد؟ در دنیای پر از مقایسه و رقابت، پیدا کردن ایکیگای، همان دلیل زنده بودن که فرهنگ ژاپن به آن اشاره می‌کند، تبدیل به چالشی دشوار شده است. بسیاری از ما نمی‌دانیم هدف اصلیمان چیست، فقط می‌خواهیم از بقیه عقب نمانیم و این به جای انگیزه، به خستگی و سرخوردگی می‌انجامد. اما در این میان، شاید بتوان راهی پیدا کرد. راهی که از مقایسه‌ها و رقابت‌ها فاصله بگیرد و به مسیر واقعی و خود زندگی برسد. اولین قدم این است که از بازی مقایسه خارج شویم. نباید خودمان را با دیگران بسنجیم، بلکه باید بپرسیم چی در زندگی به من احساس رضایت می‌دهد. دومین قدم این است که روی مسیر تمرکز کنیم، نه نتیجه. چرا که نتیجه‌های زودگذر نمی‌توانند ما را برای همیشه خوشحال کنند. مهم این است که در هر قدم، در هر روز، لذت واقعی را از کاری که انجام می‌دهیم ببریم. و در نهایت، هر تغییر بزرگی با قدم‌های کوچکی آغاز می‌شود. شاید نتوانیم فوراً شغل دلخواهمان را داشته باشیم، ولی می‌تونیم با پیدا کردن لحظاتی از خوشبختی در کارهای کوچک روزمره به سمت هدف واقعیمان حرکت کنیم. در دنیای شلوغ و پر از رقابت امروز، هنوز هم انسان‌هایی هستند که راه خودشان را می‌روند، بدون اینکه در دام مقایسه و مصرفگرایی بیفتند. در این دنیای شلوغ، شاید وقت آن رسیده که از مسابقه‌ای که همه در آن درگیرند، خارج شویم و زندگی‌ای بسازیم که به خودمان و به معنا نزدیکتر باشد. با تشکر از حمایت شما، لایک، سابسکرایب.